منتخب‌های تاجیکستان و ژاپن اوید با فوتبال آخرین مشق و تمرین‌هایشان را انجام دادند. نخست مهمانان سامورای‌های کبود ورودی ورزشگاه مرکزی جمهوری شده، سپس ملی پوشان تاجیک در همین میدان به مشق و تمرین پرداختند. در ورزشگاه مرکزی جمهوری در شهر دوشنبه هیئت منتخب ژاپن مشق و تمرین‌های پیش از بازی با منتخب تاجیکستان را انجام دادند. منتخب ژاپن که تخلص سامورای‌های کبود را دارند شامل 23 نفر بازیگران میباشند. از این میان 3 دروازه‌بان، 7 حمایتگر، 10 نیم حمایتگر و 3 حمله‌گر در میدان حضور داشتند. طبق اطلاع موجود در هیئت دستپرورانی حاجی موریاسو یک تغییر وجود دارد و آن هم این است که تاکیهیرو تومیاسو عضو منتخب ژاپن و حمایتگر بولونی ایتالیا را سئی مورایا از دسته توکیو عوض کرده است. قابل ذکر است از 23 نفر بازیگران منتخب ژاپن همگی 4 نفر بازیگران تیم‌های داخل ژاپن بوده، باقی همه بازیگران تیم‌های اروپایی میباشند. همراه با هیئت ملی پوشان ژاپن هیئت گسترده خبرنگاران نیز حضور داشتند. طبق اطلاع موجود به هنگام بازی منتخب‌های دو کشور تنها از کشور ژاپن بیش از 60 نفر نمایندگان وسایط اخباری عامه حضور خواهند داشت. این بازی مهم در گروه می باشد. در ژاپن رادیو، تلویزیون، روزنامه، خبرگزاری ها به این بازی توجه زیاد دارند. اگر این وخوری در ژاپن صورت می گرفت شما تعداد چندین برابر بیشتر خبرنگاران را می دیدید. سبب دیگرش این است که فوتبال بازان منتخب در ژاپن محبوبیت بسیار زیاد دارند. ما همچنین از دروازه‌بان منتخب ژاپن نظرش را درباره بازی در پیش بوده پرسان شدیم. من دویمین بار است اینجایم. اولین بار ما چندان درباره تاجیکستان نمیدانستیم، ولی حالا اطلاع کامل داریم. از آن زمان تا کنون تغییرات زیادی را اینجا شاهد شدیم، از جمله در اینفراستراکچور و میدان فوتبال، و فکر میکنم بازی خوبی خواهد شد. بازی آسان نخواهد بود چون تیم تاجیکستان یک تیم سازمان یافته و متحد است و ما همه تواناییمان را در مقابل این منتخب به کار خواهیم برد. در میدان باشد موریاسو به هیئت منتخب ژاپن مشق و تمرین‌های نرمشی و عمومی را در حضور خبرنگاران دایر نمودند. سامورای‌های کبود ژاپنی به تاجیکستان آمدند تا با همتایان تاجیکشان محاربه نمایند و ما هم امیدواریم که نسل معاصر رستم دستان یعنی تیم ملی تاجیکستان به سامورای‌ها با همان محاربه هم پاسخ خواهد گفت و در این امر حضور مخلصان فوتبال تاجیک را در میدان بسیار مهم و کمک کننده می‌دانیم. همچنین پس از سامورای‌های ژاپنی برای انجام مشق و تمرین‌های پیش از بازی منتخب تاجیکستان اوید به فوتبال هم حاضر گردیدند. عثمان تاشف در این مشق و تمرین‌ها نورالدین دورانوف و فتح‌الله بابایف را جلب کرده است. در ورزشگاه مرکزی جمهوری اعضای منتخب کشورمان تحت راهبری سرمربی راه و روش‌های معاصر فوتبال را مشق و تمرین کرده برای بازی با منتخب ژاپن آخرین آمادگی‌هایشان را گرفتند. با گفته سرمربی فوتبال بازان حالت جسمانیشان خوب است و منتظر بازی هستند و خوشبختانه هیچ کس مجروح یا بیمار نیست. قابل ذکر است فوتبال بازان ژاپنی در بازی در پیش بوده با لباس‌های سفید و ملی پوشان تاجیک باشد با لباس‌های سرخ وارد میدان رقابت خواهند شد.